بحث قیامت بود. ارتباط ربط همینه که در سوره بروج هم شواهدی بر احوال قیامت ذکر میشه نسبت به سوره گذشته، هم علی سبیل الترقی هست و هم موضوع توحید علی سبیل الترقی در سوره بروج ذکر میشه. سوره بروج ابتدا آغاز میشه با قسم، با سوگند، هم با سوگند آغاز میشه و هم با تخویف اخروی. الله تعالی سوگند یاد میکند به آسمانی که ذات البروج است. بروج جمع برج هست. درباره بروج دو قول داریم در میان مفسرین. بعضی میگویند که بروج نام سیاره ها هست، سیاراتی که در حال سیر هستند، از خورشید گرفته تا قمر تا ماه تا زحل تا مشتری، اینا همه به اینها بروج میگویند. برجند هر یکی، نام سیاره ها هست. قول دوم، بروج منازلی به منازل اطلاق میشند که خورشید و ماه در اون منازل قرار میگیرند. مال خورشید فرق میکنه با اون بروجی که مال ماه هست. خورشید هر 365 روز یک بار در تمام بروج 12 گانه قرار میگیرد و هر 30 روز 31 روز در یک برج قرار میگیرد و از اون منتقل میشه به دومی. و ماه و قمر در هر 29 روز و 30 روز یک برج را چی میکند؟ برج را تکمیل میکند و اون منزل را به اصطلاح کامل میکند. لذا جاهایی و موقعیتهایی که خورشید و ماه قرار دارند اونها را چی میگن؟ بروج میگن، که بر اساس همون ما حسابمون را هم تنظیم میکنیم، تاریخمون را هم تنظیم میکنیم بر اساس قرار گرفتن خورشید به ویژه در منازل مختلف که نام اون منازل چی هست؟ برج هست، جمعش بروج است. والسماء ذات البروج، قسم به آسمان، آسمانی که دارای بروج هست. منازلی هست که خورشید و ماه در اون منازل قرار میگیرند. والیوم الموعود، قسم به روزی که اون روز موعود است، یعنی شما در اون روز وعده داده شدید. و شاهد و مشهود، و سوگند به شاهد، اونی که گواه میده، گواهی میده، و اونی که مشهود علیه هست. اونی که گواهی میده فرشته هست، مشهود علیه شما هستید، یا اعمال شما هست گواه و مشهود علیه شما هستید، جوارح شما هست. اینها همه گواه هستند، هم آسمان با بروجش، هم یوم موعود و هم شاهد و مشهود. جواب قسم محذوفه، ان بطش ربک لشدید، از سوره های دیگه و از جواب های دیگه مأخوذ، که گرفت پروردگار، مؤاخذه رب شدید است، نیاز به آمادگی دارد، باید برایش آمادگی کرد. بعد از این الله عزوجل متعلق به این شاهد و مشهود و شاهد و مشهود اشاره به جریانی می کند که در این جریان شاهد یک پادشاه ظالم هست، با سلطنتش، با اراکینش، با نیروهای نظامیش، و مشهود علیه مؤمنین
مظلوم هستند. الله می فرماید قتل اصحاب الاخدود. قتل یعنی لعنه، لعنت بر اصحاب اخدود، نفرین بر اصحاب اخدود. اخدود میگویند خندق را، چاله و حفره را، اشاره به چاله ها و حفره هایی هست که یک پادشاه ظالم برای سوزاندن اهل توحید حفره کرد و اونها را حفر کرد، درست کرد و پر از آتش کرد و هر کسی که موحد و یکتاپرست بود اونجا اونها را سوزاند. واقعی که مشهور و معروف هست و در تفاسیر نوشتن در این آیات اینه که بعد از زمان سیدنا عیسی علیه السلام، قبل از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پادشاهی بود بت پرست مشرک که این پادشاه حکومت میکرد و یک جادوگری داشت. این جادوگر همیشه از راه سحر و جادو و فنفوتها معین و معاون پادشاه در ملکش بود، تا اینکه خیلی از پادشاهان هستند، خیلی از حکام هستند که کارشون را به پیش میبرند به وسیله جادو، حتی مخالفان را میزنند. در کتابی خواندم که امروز در دنیا بزرگترین جادوگران یهودی ها هستند و اسرائیلی ها یک بخش بزرگی از اسرائیلی ها و بالخصوص مذهبیونشون، صهیونیست ها، اینها کارشون فقط جادوگری هست. لذا اون زمان هم پادشاه به وسیله جادو مخالفینش را سرکوب می کرد و بسیاری از امورش را به پیش می برد. این جادوگر روزهای آخرش بود، ضعیف شده بود و مشوره با پادشاه چنین شد که فردی که وارد باشه، فردی که زرنگ و زیرک باشه، فرستاده بشه تا اینکه این فن را یاد بگیره، جادو را آموزش بگیره. بنابراین یه بچه ای را پیدا کردن در این شهر که از نزدیکان پادشاه هم بود. بچه بود بسیار زرنگ، باهوش، و این بچه را برای یادگیری میفرستادن پیش ساحر. بچه را اسمش را گفتند در بعضی کتابها عبدالله ابن تامر. این عبدالله ابن تامر هر روز میرفت پیش جادوگر و سحر میآموخت، تا اینکه روزی در راه با راهبی برخورد کرد، راهبی که بر دین حضرت عیسی علیه السلام بود، بر توحید و یکتاپرستی بود. و این راهب با اون بچه صحبت کرد، دعوتش داد و بچه از راهب متأثر شد. همیشه اهل حق زود تأثیر گذار خواهند بود، لذا بچه با راهب انس پیدا کرد و همیشه که میرفت برای تعلیم جادو به راهب هم سر میزد و رفته رفته پیش راهب هم درسی را آغاز کرد. اما راهب خیلی میترسید، چون که دین پادشاه بت پرستی بود و یکتاپرستان مخفی بودند. بنابراین بعد از مدتی بیشتر فریفته راهب شد و هر روز قبل از اینکه پیش جادوگر میرفت هم درس میگرفت و بعد از اینکه از جادوگر برمیگشت پیش خانه به خانه اش هم درس میگرفت. هر روز در رفتن پیش جادوگر هم تأخیر میکرد، در رفتن به خانه هم تأخیر میکرد که در هر دو صورت گاهی تنبیه و کتک میخورد. اما در این مسیر مشکلات را تحمل کرد تا اینکه بذر توحید در دلش جای گرفت و
بیشتر معتقد شد، یکتاپرست شد و آوردند که روزی مردم با مشکلی مواجه شدند. الان حیوانی بود، درنده‌ای بود که مانع بود و بچه وقتی که آمد و دید که مردم با مانع سر راهشون مواجه هستند، این بچه جلوی این مردم گفت که خدایا اگر دین راهب به حق هست، به نام تو من این اقدام را میکنم و این مانع را بردار. اگر حیوانی بود، شیری، درنده‌ای، هرچی بود، به وسیله این سنگ دفش کن یا به وسیله این کاری که میکنم دفش کن. خدای عزوجل دفش کرد. همه مردم متأثر شدند و بعد از اون این بچه اونها را چکار کرد؟ اونها را دعوت داد. اما این نگفتیم که راهب توصیه کرده بود که ببین هیچ وقت نام منو ذکر نکن. اما وقتی که این بچه نام راهب را گفت، مردمان خود به خود متوجه شدند و بعدا مردم رجوع کردن به این راهب، به این بچه. و این بچه وقتی که در نام خدای عزوجل اون تأثیر را دید، با اون نام خدای عزوجل پرداخت به درمان مردم. بسیاری از مردمان مشکل داشتند، حتی آوردن کسانی که نابینا بودند به نام الله عزوجل. معجزه‌ای بود، در واقع کرامتی بود، آیتی از آیات الله بود. الله میخواست قومی را متحول بگرداند و با ایمان، لذا مردم گروه گروه می آمدند و ایمان می آوردند و راه بچه را قبول می کردند، تا اینکه پادشاه متوجه شد. حتی از نزدیکان پادشاه آمدن کسانی و پادشاه بچه را دستگیر کرد، اعتراف ازش گرفته شد و تا اینکه اون راهب بیچاره هم دستگیر شد، شهید شد، اعدام شد. و آخر هر کاری کردند، هر حیله‌ای به کار بردن، نمیتونستند این بچه را از پای در بیارند. تدابیر مختلفی به کار بردند، میگن از کوهی پرتاب کردند، تو دریا انداختند، فلان کردند، علی ای حال موفق نشدند. تا اینکه این جوان عبدالله ابن تامر به پادشاه گفت در یک صورت میتونه من از بین ببری. اون چی بود؟ گفت که در میدان شهر مردم را جمع کن، همه جمع بشن، من یه چیزی میگم بگو، بعد میتونی من از بین ببری. بچه را خودش را فدا میخواست بکنه و با خون خودش میخواست که مردم را هدایت بکند. همه جمع شدن، به پادشاه گفت بگو تیر را وقتی که به طرف من میزنی بگو که بسم رب هذا الغلام، به نام پروردگار این بچه. وقتی که پادشاه همین کار را کرد، بچه تیر بهش اصابت کرد و بچه شهید شد. این جوان عبدالله ابن تامر که شهید شد، تمام مردم متأثر شده، تمام ایمان آوردند، خلق کثیری ایمان آورد. پادشاه ناراحت شد و تمام کسانی که به ایمان اعتراف می کردند اونها را در آتش سوزاند. برای اونها حفره‌های درست کرد، خندق‌های از آتش درست کرد. خلق کثیری را که از ایمان بر نگشتند، بر ایمان استقامت کردند و مسلمان شده بودند، اونها را زنده زنده سوخت و آتش داد. حتی مولانا روم رحمه الله شعری اینجا ذکر کرده و داستانی ذکر کرده در قالب شعر که مادری بچه‌ای را در آغوش داشت و به این مادر گفتند اگر برنگردی تو را و بچه‌ت را تو آتش میندازیم. اول بچه را از آغوش مادر گرفتند و انداختند و مادر یک مقداری تکان خورد، یک مقداری متزلزل شد که از درون آتش صدا آمد اندرا مادر که من اینجا خوشم گرچه در ظاهر میان آتشم. به هر حال وقتی که اون خواند مادر قوی شد، مادر پروا نکرد، مادر را هم انداختن. علی ای حال این جریان اشاره به اونجا هست. الله می فرماید قتل اصحاب الاخدود،
نفرین بر اصحاب اخدود، لعنت بر اصحاب اخدود، یعنی کسانی که خندق حفر کردند و آتش ایجاد کردند. النار بدل است، اخدود یعنی آتش که ذات الوقود، آتشی که شعله‌ور بود، آتشی که شعله داشت. اذ هم علیها قعود، زمانی که آنها بر آتش نشسته بودند، بر کناره آتش، پادشاه و ایادی پادشاه. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. علت لعنت و علت این نفرین که خدا ذکر می کند، آنها بر آنچه که با مؤمنین انجام میدادند خودشون حاضر بودند. پس نتیجه نمونه از شاهد و مشهود، شهود آنها بودند و مشهود علیهم مؤمنین مظلوم بودند. چرا اینها را به این حالت شکنجه دادند؟ الله می فرماید و ما نقموا منهم، آنها انتقام نگرفتند از آنها، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر جرمشان گناهشان این بود که آنها ایمان آورده بودند به الله، آن اللهی که عزیز غالب و ستوده شده است. الذی له ملک السماوات والارض، آن ذاتی، آن اللهی که برای اوست ملک آسمان ها و زمین، تصرفات آسمان ها و زمین. والله على كل شيء شهید. این هر دو ویژگی های الوهیت، اولی تصرف کامل، الذي له ملك السماوات والارض، دومی علم کامل، والله على كل شيء شهید، الله بر هر چیز گواه است، حاضر است، ناظر است، بیننده هست و میبیند. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الله می فرماید آنهایی که اذیت و آزار دادند مردان مؤمن و زنان مؤمنه را، ثم لم یتوبوا، سپس آنها توبه نکردند، فلهم عذاب جهنم، برای آنها عذاب جهنم است، ولهم عذاب الحریق، نتیجه دوم برای آنها عذاب سوزان هست، آتشی که آنها را می سوزاند. اما کسانی که ایمان دارند، بشارت اخروی برای مؤمنان، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها جناتی هست، باغاتی که جاری هست از زیر درختانش نهرها، ذلك الفوز الكبیر، فضیلت بهشت، این رستگاری بسیار بزرگی هست. ان بطش ربک لشدید، الله عزوجل بیم میدهد، تخویف میدهد که همانا مؤاخذه ربت، گرفت ربت بسیار شدید است، باید از گرفت در امان بود، باید خود را محفوظ کرد. انه هو یبدئ و یعید، اینها صفات پروردگار هستند که در این صفات هم ترغیب است هم ترهیب است. انه هو یبدئ و یعید، الله آن ذاتی است که یبدئ، از آغاز انسان را پیدا کرده، و یعید، دوباره اعاده می کند در قیامت. در قیامت انسان را مجددا برمیگرداند. و هو الغفور الودود، الله ذاتی از غفور، بخشاینده، بلا توبه و با توبه، بعضی را بدون توبه میبخشه، بعضی ها را با توبه میبخشه. الودود، الله ذاتی از دوست داشتنی،
که او را باید دوست داشت، یا اینکه با بندگانش محبت می کند. ذو العرش المجید، دارای عرش مجید است. الله صاحب عرش است، صاحب تخت است. عرش مجید، مجد و بزرگی در اونجا هست، نمایان هست و جلوه می کند. فعال لما یرید، هر چی که اراده بکند انجام میده. انجام دهنده اون کارهایی است که اراده کند. باز هم الله تعالی نمونه دیگری از شاهد و مشهود ذکر می کند. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، آیا پیش شما اخبار جنود آمده؟ لشکریان. کدوم لشکریان؟ لشکریان فرعون و ثمود. اینها که آمدند، اینها شاهد و مشهود بندگان ما، انبیا، موسی و صالح، اینا چیکار کردند؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکه حقیقت اینه که کسانی که کفر کردند در تکذیب انبیا بودند، در تکذیب دعات توحید بودند. والله من ورائهم محیط، خداوند عزوجل از پشت سر اونها، از ورای اونها احاطه کننده هست. همه چیز را الله در کنترل دارد. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. الله می فرماید که بلکه این قرآن مجیدی هست که این مطالب را بیان می کند. اما مجید، مجد و عظمت این قرآن در لوح محفوظ هست، چون که از لوح محفوظ گرفته شده و اونجا این قرآن در واقع معدن اصلیش